ما وقتی که میخواستیم اولین بار شروع کنیم به نوشتن نیاز به یک خطی داشتیم توی دفترمون که بتونیم حالا صاف بنویسیم و واژه ها رو روی اون قرار بدیم. برای انگلیسی نیاز به 2 تا خط داشتیم که بتونیم راحت بنویسیم. توی موسیقی نیاز به 5 خط داریم که به این 5 خط میگیم 5 خط حامل و نوت ها روی اینها قرار میگیره. و کلید سول به من میگه که اگر روی خط دوم یه نوت قرار بدی اسمش میشه سول. خب من دیگه میدونم که اون دایره تو ذهنم هست، دو ره می فا سول لا سی. سول رو پیدا میکنم. خب اگه بیام عقب که میشه فا، یعنی بیام پایین. اگه برم جلو میشه لا. خب بیام عقب. اگه بیام عقب یعنی روی بین خط دوم و اول، بین خط اول و دوم میشه نوت فا. عقبترش میشه کجا؟ میشه روی خط اول که نوت می نام میگیره و پایین خط اول نوت ره هست. پس من اسم این نوت رو یاد گرفتم: سول، فا، می، ره. به این عدد میگن میزان نما که از 2 تا عدد بالایی و پایینی تشکیل شده. عدد بالایی به من تعداد ضرب رو میگه و عدد پایینی کشش هر ضرب رو نسبت به گرد مشخص میکنه. ضرب چیه؟ به یک بار بالا و پایین رفتن پامون روی زمین میگیم یک ضرب که این مقدارش مشخصه، یعنی نمیتونه کند و تند بشه. الان کشش های مختلفی رو توی تصویر میبینیم: کشش گرد، کشش سفید، کشش سیاه، کشش چنگ، کشش دولاچنگ و کشش سه‌لاچنگ. میرسیم به سیاه، یعنی 4 تا سیاه با هم میشن یک گرد. پس دیرند سیاه میشه 1/4، چون 1/4 گرد. سکوت ها هم خیلی اهمیت دارن. خب ما سکوت های مختلفی هم داریم. معادل کشش گرد که نوت صدادار گرد بود سکوت گرد هست که پایین خط 4 قرار میگیره. نوت نقطه دار میشه خودش به اضافه نصفش. حالا یعنی چی؟ مثلا سیاه نقطه دار میشه خودش که سیاهه به اضافه نصفش که میشه چنگ. میزان همون ترازوه. ما توی موسیقی قراره نوت‌هایی با وزن‌های برابر رو توی 2 کفه ترازومون بذاریم. حالا 2 کفه ترازو توی موسیقی چه شکلی نشونش میدن؟ اینجوری: میزان اول و میزان دوم. حالا میتونه توی یک خط چند تا میزان دیگه هم داشته باشیم. حالا توی میزان اول من اومدم 2 تا سیاه گذاشتم و توی میزان دوم اومدم یه دونه گرد گذاشتم که این درست نیست. چرا؟ چون که 4 تا سیاه با هم میشدن یه گرد. میزانی که بتونیم هر ضرب اون رو به 3 تقسیم کنیم. خب یه نکته براتون مثال میزنم که قشنگ براتون مشخص بشه. یعنی چی؟ یعنی سفید نقطه دار میشه خود سفیده به اضافه نصفش که میشه چی؟ سیاه. پس 3 تا سیاه اگه کنار هم قرار بگیرن میشن یه دونه سفید نقطه دار. الگوی ریتمیک شماره 3: من یه دونه چنگ دارم و 2 تا دولاچنگ، یعنی قبلی یه چنگ بود، اینورم یه چنگ، 2 تا چنگ بود، اینجا اون چنگه تبدیل شده به 2 تا دولاچنگ. اینو این شکلی میخونم: 1 100 1 100 1 100 1 100 دام دادا. این شکلیه: 100. مثالش رو ببینیم: 102 توی ضرب دومه. 102 102 و 100 سکوت. آهنگ پرتقال من اول وصل خوانی سپس ریتم خوانی. بریم هم. 1 2 3 دادام، 1 2 3 دادام، 1 2 3 دادام،
یک دو سه دادام، یک دو سه دادام، یک دو سه دادام. درسته؟ خب آسون بود. وصل خوانیش که یک دو سه دادام همش شبیه هم بود. حالا ریتم خوانی. این نوته چیه؟ دو، دوی بمه، حواسم هست. دو 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 می سل، لا سل فا لا سل، لا سل فا لا سل. ما دو دوره ریتم خوانی جامع و نغمه ها رو به صورت کاملا گرافیکی طراحی کردیم. در دوره جامع نوت‌خوانی، تئوری موسیقی، میزانهای ساده، میزانهای ترکیبی، میزانهای لنگ و صداچنگ ها رو توی تنها 3 ساعت آموزش دادیم. و در دوره نغمه ها 30 نغمه رو در میزانهای ساده و ترکیبی ریتم خوانی کردیم و به شما فرصت دادیم با ما ریتم خوانی کنید. برای تهیه این دو دوره میتونید به سایت همسازی سر بزنید.